افتخار سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان طبق نقشه کاری شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در ولایت سوخت و با دستگیری رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند در طربخانه یکسرای خوجند شهر محفلی با شکوه ایدانه برگزار گردید که رادمردان دلیر وطن، افسران و سربازان شجاع میهن را به هم آورد و چاره‌بینی با شکوه به وقوع پیوست. درود به شما بیننده های عزیز و ارجمند. محفل تلویزیونی بخشیده به روز تأسیسیابی قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان منظور شما می شود. من در حلقه انسان های برومند جامعه، رادمردان وطن، سربازان شجاع جمهوری تاجیکستان نشستم و با افتخار با ایشان صحبت می آراییم. می خواستم که در این لحظه های گوارا عرض دل خش را بیان می‌کردید. در اینجا سربازان نشستند، عسکران نشستند، جوانانی خیلی جسور و متین اراده نشستند و هر یکی می‌خواهند که از تجربه کاری شما برای خود برداشت کرده باشند، آموخته باشند. مرحمت. ارتش ملی جمهوری تاجیکستان یکی از رکن‌های دولت‌داری بوده برای حفظ دستاوردهای استقلالیت جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده است. اگر به تاریخ نوترین جمهوری تاجیکستان نظر اندازیم، ما شما شاهد بودیم که چگونه دولت تاجیکستان صاحب استقلال شد. ارتش ملی جمهوری تاجیکستان به یگان زمینه مادی و تکنیکی تأسیس داده شد. دشواری‌هایی که سالهای اول موجود بودند این از همه پنهان نیست. نرسیدن سر و لباس، نرسیدن پوشاک، خوراک، لوازمات تکنیکی، شهرک‌های حربی. اگر دیگر جمهوری‌های سابق اتفاق سوویتی از دولت ابرقدرت میراث گرفته باشند، متاسفانه به ارتش ملی جمهوری تاجیکستان لازم آمد که به یگان زمینه مادی و تکنیکی تأسیس یابد و متاسفانه به جنگ‌های شهروندی که یک قسم معینی کشور اساساً منطقه جنوب را فرا گرفته بودند در جنگ‌های شهروندی اشتراک کند و رشد و نموی جمهوری ارتش ملی جمهوری تاجیکستان تنها بعد سال 1997 انیخترش سنه 27 ایون که ما شما آن را همه ساله همچون روز وحدت ملی قید میکنیم به عمل آمد و امروز اگر از نگاه امروزه گوییم ارتش ملی جمهوری تاجیکستان قادر است که دستاوردهای استقلالیت جمهوری تاجیکستان را محافظت کرده باشد. امروزه شهرک‌هایی که در تمام قسم‌های حربی در تمام منطقه های جمهوری تأسیس داده شدند جوابگوی معیارهای بین‌الخلقی بوده برای خدمت همه‌روزه افسران و سربازان تمام شرایط ها فراهم آورده شده است.
امروز اگر با یک جمله گفتن ممکن باشد ارتش ملی جمهوری تاجیکستان سزاوار باوری خلق تاجیک، سزاوار سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح، پیشوای معظم ملت گنرال ارتش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گشته تیار است که دستاوردهای استقلالیت را حفظ نماید. با استفاده از فرصت مناسب من جوانان و افسران جوانان که امروز در این تالار حضور دارند امروز با امر تقدیر در جزو تامهای قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت می‌نمایند. گفتنی هستم که تاریخ را هیچگاه فراموش نسازند، زیرا که پیشوای معظم ملت بارها تاکید می‌کنند که بی ندانستن تاریخ ساختن آینده ناممکن است و از نام سابقه دارانی که امروز در این تالار حضور دارند در تمام شهر و ناحیه در تشکیلات‌های ابتدایی فعالیت می‌برند و برای تربیت حربی وطن دوستی نسل نو را سهم خود را می‌گذارند. اظهار امید می‌کنم که ارتش ملی جمهوری تاجیکستان در آینده تحت سروری رهبریت عالی مملکت باز هم رواج و رونق گرفته برای حفظ دستاوردهای استقلالیت سهم خود را می‌گذارد. با استفاده از فرصت مناسب که ما در عرصه تأسیس‌یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان 32 سالگی تأسیس‌یابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان قرار داریم، کل مردم کشور، افسران، سربازان را با این روز تاریخی، با این جشن فرخنده صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم و همه آنها صحت و سلامتی، دولت نایاب و بی‌بهای زندگی خاطر جمع را تمنا میکنم و تمنای آن را دارم که بگذار آسمان وطن مادر تاجیکستان عزیز دائما صاف و بی‌غبار باشد، مردم مهنتکارین آن در فضای صلح و آرامی اون به سر برند و در آینده تنها و تنها شادی شریک روزهای نیکی یکدیگر باشیم. عید مبارک سربازان وطن. بینندای عزیز و ارجمند، همصحبت من هستند یک گل دختری زیبا. میخواهند که عرض دل خیش را برای رادمردان وطن وا کرده باشند. امروز مادران، خواهران دلبند ما با یک سری بلند، با یک دل پر زندگی میکنیم، زیرا که ما حمایتگر خود را داریم. ما جوانان شکر از آن میکنیم که در چنین کشوری آباد و زیبا و صلح و آرام زندگی میکنیم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت نسبت ما جوانان همیشه غمخواری ها کرده به ما اعتماد و باوری دارند. شکرانه از آن میکنیم که جوانان شجاع و دلیر ما در صف ارتش ملی خدمت نموده مرز و بوم مملکتمان را حمایت میکنند. ما جوان دختران از آن افتخار میکنیم که جوانان ما امنیت ما را تأمین میکنند. ما عرض و سپاس به پایان خیش را به این رادمردان وطن میرسانیم. من بمیرم از برایت ای وطن، میکنم جانم فدایت ای وطن. سنگ خارایت برایم گوهر است، من بگریم از برایت ای وطن. 32 سالگی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان مبارک و فرخنده باشد. تاجیکستانی بزیبم، ملکی آزادم، ملکی پر فیض و سخاوت، ملکی آبادم. تاجیکستانی بزیبم، ملکی آزادم، ملکی پر فیض و سخاوت، ملکی آبادم. وحدتت را دوست دارم دوست، به تو من از غم جگر خون، با تو من شادم. وحدتت را دوست
دوست دارم دوست. به تو من از غم جگر خون، با تو من شادم. گل افشانی دل از تو کندن آسان است. آن که قدرت را نداند شاید انسان است. در حقیقت دیاری وحدت آبادم. غمگسارت هیچ کس چون نور رحمان است. در حقیقت دیاری وحدت آبادم. غمگسارت هیچ کس چون نور رحمان است. دستی وحدت در ضمیرت عشق می‌کارد. سازمان در آستانت نور می‌بارد. دستی وحدت در ضمیرت عشق می‌کارد. سازمان در آستانت نور می‌بارد. خلقی هوشیار و دلیرت جان وطن بهرت. صلح و استقلال را پاینده می دارد. خلقی هوشیار و دلیرت جان وطن بهرت. صلح و استقلال را پاینده می دارد. تاجیکستانی بزیبم ملکی آزادم. ملکی پر فیض و سخاوت، ملکی آبادم. وحدتت را دوست دارم، دوست دارم دوست. به تو من از غم جگر خون، با تو من شادم. به تو من از غم جگر خون، با تو من شادم. منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. کمی خود را نگویم کم، وطن دارم، وطن دارم. اگرچه کلبم عادیست ولی دل مسکن شادیست. فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم، وطن دارم. من ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته زبانشناسی با خواهش خود به خدمت حربی آمده. بعد خدمت حربی همچون افسر در قسم حربی 14356 کار و فعالیت نموده ایستادم. من میخواستم مینداری خود را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امام علی رحمان رسانده باشم. و ثانیاً من از تمام جوانان تاجیکستان خواهش به عمل آوردنی هستم و گفتنی هستم که با خواهش خود بیایند به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت خویش را ادا نمایند. زیرا این خدمت وطن، این هم خدمت ماست و هم خدمت در قرض هر یکی ماست که چنانه که میگویند خدمت وطن مادر برای ما حتمی است. در عرفیت میگویند خدمت به وطن تاج سر مردان است، دوری ز وطن فرار نامردان است. رو بر همه اشخاص بگو داد مرا، کینور ز وطن به اسکران پزمان است.
هر یک فرد و هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان با سربازش فخر میکند برای آن که هر کس هم سرباز شده نمیتواند. من تمنا دارم که تاجیکستان ما همیشه آباد باشد. کند سپر سینه پر از محبتش، کیست آن کند زفر در نبرد دشمنان ملتش، آن کی جان به کف گرفته تن به تن بر عدو سیته زد و به جان اهریمن، آن کی صبح و شام کشیدن از صف خواند و قصیده و ترانه وطن، کی سر سپرده وطن منو تویم، آن کی دوست دارد این چمن منو تویم، کی سر سپرده وطن منو تویم، آن کی دوست دارد این چمن منو تویم. کیست آن با غرور با روحی شکست ناپذیری خود، دشمنی خیانت از فدای بر دیاری به نظیری خود، آن کی پاسداری نامی ملت است ره سپاری راهی بر دوامی ملت است، آن کی صادقانه خدمتی وطن میکند برای او به نرخ جان و تن، کی سر سپرده وطن منو تویم، آن کی دوست دارد این چمن منو تویم، کی سر سپرده وطن منو تویم، آن کی دوست دارد این چمن منو تویم، کی سر سپرده وطن منو تویم، آن کی دوست دارد این چمن منو تویم، کی سر سپرده وطن منو تویم، آن کی دوست دارد این چمن منو تویم، بیننده های عزیز و ارجمند، باید قید نمود که محفل ایدانه ما با ابتکار شورای حرکت
وحدت ملی و احیای تاجیکستان در ولایت سوخت و با همکاری با تلویزیون ولایت سوخت به وقوع می پیوندد و همصحبت این نوبتی من هستند شاعر و نویسنده خیلی خوش سلیقه داداخان ایگمزاد استاد ارجمند. خوش آمدید. و البته شما که شاعر هستید، روزنامه نگار هستید، نویسنده هستید، هجوری نگار هستید، میخواستم که دیدی شما را، نگاه شما را به این محفل زیبا به خدمت رادمردان وطن فهمیده باشیم. مرحمت. واقعا محفل امروزه محفل خیلی خوب و خاطرمان شد و یاد آوردم که 35 سال مقدم در زمانی که تاجیکستان نو به استقلالیت وارد می شد در دهه خواجه قطغن ناحیه ارجانیکی آباد ریان کلانترین پهلوی دوشنبه با خواجه عبدالفتاح نام دهقان همصحبت شده بودم و ما دورای دشوار دیدیم، دوره گذشته خواه ناخواه درباره خدمت حربی عسکر بچه ها صحبت کردیم و بعد آن دو لپر نوشتم. ای سونی دریا کماندیر، او سونی دریا کماندیر، قسمی حربی خب خالی، بازار پری دیزرتیر، چکره چکیدن گیرد، خدمت گذاشتن گیرد. و این با امر تقدیر تشکر به شما تشکیل کننده ها که همین روز بعد 35 سال با نبیره انا همان خواجه عبدالفتاح با اسماعیل جان هم پهلو شدم که اکنون اون ریان نامش وحدت، اکنون وضعیت دیگر شده. با مهربانی با خردمندی پیشوای معظم ملت تماما حالت دیگر شد و وضع عسکری هم. و من صحبت کردم دیدم که از انا همان ناحیه وحدت آمده در شهر خوجند من قریب 1.5 سال باز خدمت میکند. خیلی خرسند شاد و باز دو لپر نوشتم. ای سونی دریا عشق بازی، او سونی دریا عشق بازی، هر زی وطن ادا کنی، بهترین دخترک رازی، چکره چکیدن گیرد، خدمت گذاشتن گیرد. آفرین. روزی ارتش، روزی مردانی وطن، حفظ باید ملک را با جان و تن. ارتش ملی من و تو هر یک در کاید منیش در هر سخن. روزی ارتش، روزی مردانی وطن، حفظ باید ملک را با جان و تن. ارتش ملی من و تو هر یک در کاید منیش در هر سخن. روزی ارتش، روزی مردانی وطن.
очень долгое время я преподаю предмет военки. Готовлю наших детей, наших ребят, будущих мужчин, для того, чтобы они могли, взяв в руки оружие, защищать наш родной Таджикистан. Я всех сидящих и весь народ нашего государства поздравляю с таким огромным, прекрасным праздником, Днем создания наших вооруженных сил. امروز جوانانی با ننگ و ناموسیم و خوب درک میکنند که خدمت به وطن برای آنها قرض مقدس شهروندی و رسالت مردانگی است. تاجیکستان تاج نورسر بر تو زیبر، عالمی را ای وطن وردی زبانی، از دل صافت بجوشد چشمه پاک، چون بهشت روی دنیا جاویدانی. نفسی لاله و ریحان زیدمی بادی بهاران، خنده دختری بادام و خیال ریز باران. نفسی لاله و ریحان زیدمی بادی بهاران، خنده دختری بادام و خیال ریز باران. چه ترانه ریز دارد بری دامان گلستان، نفسی بهشت آیده زی بهار تاجیکستان، نفسی بهشت آیده زی بهار تاجیکستان. آغوشی وطن چمن چمن گل کرده، نرگیس نرگیس سمن سمن گل کرده، بازار بی ترانه های گل بارانش، آهنگ خوشی وطن وطن گل کرده. چمن چمن گل کرده، نرگیس نرگیس سمن سمن گل کرده، بازار بی ترانه های گل بارانش، آهنگ خوشی وطن وطن گل کرده. نفسی لاله و ریحان زیدمی بادی بهاران، خنده دختری بادام به خیال ریز باران. چی ترانه ریز دارد بری دامان گلستان، نفسی بهشت آیده زی بهار تاجیکستان، نفسی بهشت آیده زی بهار تاجیکستان. وطن چمن چمن گل کرده، نرگیس نرگیس سمن سمن گل کرده، بازار بی ترانه های گل بارانش، آهنگ خوشی وطن وطن گل کرده، بازار بی ترانه های گل بارانش، آهنگ خوشی وطن وطن گل کرده، آهنگ خوشی وطن وطن گل کرده.
Катюши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальнем пограничне от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничне от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девочку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. انیسی جانی غم فرسودهی بیماری هم باشه انیسی جانی غم فرسودهی بیماری هم باشه شبای شامی هم گردیم بحری یک دیگر سوزیم شبای شامی هم گردیم بحری یک دیگر سوزیم شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشه شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشه غمخواری هم باشه سراپا
تاجیکستان برای دست بندم تاجیکستان. ای کشورم سعادتی یگانه، ای مادرم محبتی یگانه، ای باورم برای جاویدانه ها. ای میهنم ترانه ای دلم، ای گلشنم تراوتی دلم، جان و تنم برای تو بادا فدا. وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملک جانم به پیش همیشه به پیش. سخنی پیش و راهنمای ما، تاجیکستان به پیش همیشه به پیش. وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملک جانم به پیش همیشه به پیش. سخنی پیش و راهنمای ما، تاجیکستان به پیش همیشه به پیش. آب و گلم نثاری گلشنه جان و دلم، بهاری روشنه سر منزلم، خماری سبزی دامنت. به پیش به پیش همیشه به پیش، به پیش به پیش همیشه به پیش. روز قوای مسلح جمهوری تاجیکستان مبارک باشد هموطنان عزیز. برای خدمتچیان قوای مسلح جمهوری تاجیکستان 3 محل خوراکی گرم، سیمخانه‌ها، میدانچه‌های ورزشی، جایهای خوابی به راحت و اینچنین و غیره ها رو به ما شرایط مفید آوردند. ما هر روز خدمتچیان حربی موافق جدول فعالیت میبریم. سرجنتان و کماندیران باشند از روی آیین‌نامه‌های قوای مسلح جمهوری تاجیکستان و ما گذراندن تیاری جنگی و آماده باشی جنگی را به ما میگذارند. من همچون سرباز شجاع وطن و جوان مردان میگویم که قرض وطن مادر را به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده ادای خدمت نمایند. رقصی تو گر سبکی اجاز است در روی زمین، بهر من یک سبکی پرواز است سوی آسمان. رقصی تو هرچند بهری بیغمان، یک دل خوشیست بهر من یک عالمی درد است، دردی به امان جان. میزنی با پنجه هایت صوتی بشکن بشکنه، میتراود از دلی من آه و واهی شیونه. میزنی با پنجه هایت صوتی بشکن بشکنه، میتراود از دلی من آه و واهی شیونه. هر نگاهی تو سوالی به جوابی زندگیست. پیچ و تابی کاکلانت پیچ و تابی زندگیست. هر نگاهی تو سوالی به جوابی زندگیست. رقصی تو یک صحنه افسانه دل بستن است، یک تلاش از جهانی ما و من واراستن است. میزنی با پنجه هایت صوتی بشکن بشکنه، میتراود از دلی من آه و واهی شیونه. میزنی با پنجه هایت صوتی بشکن بشکنه، میتراود از دلی من آه و واهی شیونه.
میزنی با پنجه هایت صوتی بیشکن بیشکنه میتراود از دلی من آه و واهی شیونه میزنی با پنجه هایت صوتی بیشکن بیشکنه میتراود از دلی من آه و واهی شیونه سال 2023 بعد از ختم دانشگاه به صف قوای مسلح در آمده با سر بلند ادای خدمت کردم و گفتنی هستم که هر یک جوانمرد رفته با سر بلند خدمت مادر وطن کرده به خانواده‌شان برگردند و از همه پدر و مادران خواهش میکنم که فرزندان خود را به خدمت حربی روانه کرده و یک مرد دلیر و جسور همچون یک شجاع وطن در دولت خود خدمت کند و همه جوانان و آدمانی که خدمت حربی کرده ایستادند و تمام کردند 32مین سالگردی روز ارتش را به آنها مبارکباد میگویم. طول یک سال میشد که در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت میکنم که در بتالون 4 قسم غربی 6593 سرریاست اجرا جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان خدمت کرده ایستادم. شاید این لحظه ها مادرتان شما را میبینند. تماشا کرده ایستادند. چه گفتنی دارید؟ چه ارمغان سبز به مادر اهدا میکنید؟ چشمات باره همچار است ای مادر جان مادر قلبی تو کی غم خور است ای مادر جان مادر چشمات باره همچار است ای مادر جان مادر قلبی تو کی غم خور است ای مادر جان مادر با مهر کلام کردی در راه روان کردی با مهر کلام کردی در راه روان کردی این زحمتی بسیارم ای مادر جان مادر تحسین به گفتار است ای مادر جان مادر تو برای من یک دولتی نایابی در بین همه ثروت تو ثروتی نایابی مادر تو برای من یک دولتی نایابی در بین همه ثروت تو ثروتی نایابی مادر مادر جان مادر جان مادری من مادر مادر جان مادر جان مادری من خود سلامت باشید مادران زنده باشند. سروری خلق و وطن ای پیشوای انجمن ای راهنمای ملک و بر احیاگری باغ و چمن از آفتابی یاریا از شوکتی
صفا در مغز جان، با پرچمی آزادگان اشور و در روی جهان، چون پیشوایی تاجیکان. دنیای نو ایجاد شد، از فیض استقلال ما، از وحدت و اقبال ما، روحی نیاگان شد، از آفتاب یاریا، از شوکت سامانیان، صلح و صفا در مغز جان. با پرچمی آزادگان اشور و در روی جهان، چون پیشوایی تاجیکان. ای سروری خلق و وطن، ای پیشوایی انجمن، ای راهنمایی ملک و بر، احیاگری باغ و چمن، از آفتابی یاریا، از شوکت سامانیان، صلح و صفا در مغز جان. با پرچمی آزادگان اشور و در روی جهان، چون پیشوایی تاجیکان.